یه تغییر در تیم القرافه تا دقایق دیگه انجام خواهد شد و دیگو تاردلی به زمین بازی خواهد رفت. یه موقعیت مجیدی این ضربه رو میتونه بزنه. مجیدی تعادلش رو از دست میده و خب داور بله مجیدی رو اخراج خواهد کرد. کارت زرد دومشه و باید از زمین بازی بیرون بره. بازی برای فرهاد مجیدی در ورزشگاه آزادی در 72مین دقیقه پایان میرسه. داور معتقده که او قصد فریبش رو داشته. القرافه 10 نفره میشه. نگاه کنید اینجا مجیدی میخواست فریب بده نصرتی رو. داور اینجا ادعا داره که مجیدی قصد فریبش رو داشته. حالا اینو دیگه واگذار میکنیم به کارشناسان داوری که آیا برخوردی انجام شد یا نه، ولی مجیدی هم خواست پنالتی بگیره از داور و کارت قرمز رو در مقابل چشمانش دید. شاید هواداران پرسپولیس از هیچ چیزی به اندازه اخراج مجیدی در این مسابقه خوشحال نشدن، حتی به اندازه یه گل براشون خوشحالی به همراه داشت. در ترتیب صحنه یکم مشکوک بود. مجیدی هم پیراهن آبی رو حالا زیر پیراهنش نشون میده و زمین رو میخواد ترک بکنه. هواداری پرسپولیس بدجوری عصبانی شدن، خیلی خیلی عصبانی هستن هواداری پرسپولیس و در این شرایطی که مجیدی از اونجا میخواد بیرون بره پیراهن آبی رو هم میبوسه در مقابل این همه هوادار قرمز. بازی رو دنبال میکنه. حالا شاید تاردلی هم به بازی نیاد با این شرایط. خطا به نفع تیم پرسپولیس. خب حالا از نظر روحی حداقل